دوستان عزیز برنامه یک به یک است و برای شما ما کارمندان تلویزیون و رادیوی سالم ما این برنامه را برپا کردیم. البته ایده این برنامه از پرودوسر فاروق حرمتов مؤسس تلویزیون و رادیوی سالم و اون نفری که چون تأسیس کننده این تلویزیون و رادیو است و ما می‌نداریم که سبب شدن و امروز ما در اینجا ایستادیم و سبب اون شده است که شما از تلویزیون سالم تماشا کرده اید. فاروق спасибо тебе брат. خوب اومده هستید؟ ما نیز اومده هستیم. منظم آواز که اومده است بلند کنید، بلند که شریف جان میدونم هر روز میگم شریف جان پس کن، شریف جان پس کن. خوب کلمه بنهایت آسان حاضر میفرمایند اون کلمه اگر حاضر باشد. خام شور با وقت رفت 3 دقیقه. خام شور با آبجوش خام شوربا خانچه زنه جدول درس جدولی درس بله سچوقی تر سچوقی کو سچوقی سر شامپو سچوقی تر خانچه زنه ششلیکی قیمت شاشلیک قیمه جایی بودید صحبت دوستان صحبتی دوستان من و تو صحبتی صحبت زبان برام دوستان صحبت دوستانه خانچه زنه صندوقی کیلو صندوق کاسترول ستیل چمدان صندوق بکلی کلیدارش صندوق تیلو کشکی میگفت شریف جان سلامت باشید. سلامت باش منظر سلامت باش قوه برق سیمایت قوه برق گلی پژمرده گلی پژمرده دیوار گلی خوشیدگی گلی خورفتگی پژمرده بله نونی فطیر نون فطیر یک خانچه زنه 2 دقیقه قریب 30 ثانیه منظم آواز صدا رو پخش میکنیم. لیکن ایست دولو بلند کردن گرفت. کدام کلمه رو دریافت کرده نبودم در شد سلامت بود قوه برق همه شد به فکر من همه خیل همه شد قوه برق هم شد سلامت باشید هم شد خندتر زن شریف جان خانچه زنه شریف جان جمعه کارگردانی پخش می‌کنه تلویزیون و رادیو سالم و خانچه زنه امیدوار خانم طیب کارگردانی پخش می‌کنه تلویزیون و رادیو سالم اوضاع کاملا گراموزا گفتم 2 دقیقه 30 ثانیه برنامه البته خوب گذشته ساده است. از همه سچوقی سر هست سچوقی سر هست سچوقی پای هست بسیارم خوب لیکن هست نفرانی که سچوقی سر پا بدن همش یک تا من دیگه که برنامه از من نرنجد. خوب برنامه خیلی هم خوب است. امیدوار خانم طیب حاضر با شریف جان جمعه جوهر رو عوض میکنیم. لیکن پیش از جوهر رو عوض کردن من با شما میگم که همین درس من میجواند همین ساعت رو رکلامش که در سالن تلو میشد بیزنس شما رو با پیش میبرد. با ما همکاری بکنید. تلویزیون و رادیو سالم همیشه در خدمت شما است. نوبت رو باز میدیم کدام ترانه بغیر از دنبالان کی شد؟ بغیر از دنبالان شبنم سرایی کدام شدهش ترانهش شیرین از شبنم سرایی برای شریف جان و آنهایی که دوست می‌دارند ترانه های شبنم سرایی رو و برای آنها ما نمایش میکنیم. مدلوخون باشد جایها رو عوض میکنیم. پس از یک چند لحظه باز برمیگردیم با برنامه یک به یک.